همون لحظه که خیلی هم از نگاهی خیلی صمیمانه کارگردان منظور گردید. تیمور رحیمов استاد ورزش درجه بین المللی، برنده مدال برنجی بازی‌های المپی پاریژ 2024، یک ستاره ماندگار و درخشان جودوی سیاره از تاجیکستان که در رده‌بندی بهترین ها هم در مقام دوم است بعد از توشیشویلی. بورچاشویلی منتخب استرالیا را استوار موقعش رو در این وزن کرده است. تیمور ما در میان ستاره های جودوی سیاره چون گفتیم که دو بار هم به فینال راه یافت. این موفقیت عالی با استثنای بازی های المپی پاریژ 2024 به حساب می رود. تیمور ورزشگری کره را در دوره دوم مغلوب کرد با فشار آوری زیاد با مجازات شداها و بورچاشویلی ابراموف را پهلوان آلمان را مرحله 1/8 نهایی در روز آخرین سبقت‌های انفرادی پهلوانان وزنی از همه گران جمعی 100 کیلو. تیمور میتواند که اینجا فشار آوری را با استفاده همین اصول یا عملهای کار در زمین بهتر کند. به حالت اول برمیگردم. تیمور من به تمکینی این چهره بسیار باور دارم. در هر حالت هایی که براسی از هیجان زیاد و مخصوصا در فرصت رقابتی اولی که ما دیدیم بسیار صبوری و تمکینی را اختیار کرد و دو حرکت کرد نتیجه داد. داور را مجبور کرد که بر رقیب برای پسیویش شیدو دهد. در مجموع مطلبش را عملی کرده توانست و یک وسیله خیلی سری وقتی. اکنون شیدو بورچاشویلی را تهدید میکند. این حمله نوبتی تیمور این گفته ها را باز هم تقویت خواهد داد. من فکر میکنم تیمور هجوم هایش نسبت به رقیبش زیادترند. به توجه میکنیم یک فشار آوری بورچاشویلی اکنون از سری آستین دستی راست خوب داد. از بالا قپیدن برای تیمور بسیار مناسب است و پهلوان بورچاشویلی هم میداند و دستی چپی تیمور را به همین خاطر نمیگذارد که آزاد باشد. کندن در کار دستی چپی. بله همین طرز گوشتنگیری از هر سری آستینی، هر دو سری آستینی رقیب خوبت از بالا انا همین طرز. این کار گرنده که یوکو داور هم دو دیلشید دی هم ندی هم اما عمل بدون خاتمه شد. اندکی دیرتر شروع کرد. بوکنست فرصتی هست که بورچاشویلی را باز هم در عملهای کار در زمین اینجا هم باز هم فشار آوری کند. خیلی خوب. گوشتنگیری تیمور مقصدناک است. سراسیمه شدن لازم نیست. در مقاومت هر دو هم اینجا حالا اکنون داور داد یوکو داد. اندکی توجه کردیم که دیهد ندیهد. خلاصه مشخص داور هست. امتیاز یوکو نصیبی ماست. بسیار هم فشار آوری با سرعت انجام داد اما تیمور یک لحظات پایزنی را منظور کرد و باز هم در موردی بهتر و خوبتر انجام دادن این سبقت باز اندیشه های اللهیده دارد. از هر سری آستین قپید که این علاقه برای حمله یا برای فشار آوری مانع ایجاد میکند. به بورچاشویلی این حرکتی پهلوانی اولی پهلوان گرجی تبار بود که تیمور او رو با دستی چپش فشار داد. میخواهد اینجا باز هم کمر به کمر. اینجا هم خطر به وجود آمدنش از استثناء دور نیست. تیمور اینو خوبتر میداند و کم دیر کرد. برای ختم این عمل حالا که بیرونه بسیار هم فرصتی مناسب بود و از پای راست تیمور فشار آوری بورچاشویلی هم به سبب نبود. قطع کردن همین حمله بود که بورچاشویلی هم کامیاب شد.
30 ثانیه دیگر برای این صرف قوه، فشار آوری، غرور نشان دادن ضرورت ندارد. انا این رو میگویند که کسبیتی شایسته، انا این رو میگویند که تیموری عزیز تاجیکستانی، انا این رو میگویند انا همان مرحله خیلی تمکینی تیمور و توصیه های سودمند مربیان و نظر الهیده تیمور برای فتح کردن مسیر مظفریت ها در دورهای بعدی، اونجایی که اکنون آتا یا پهلوان مغولستانی حالا انتظارشند. تیمور رحیموف در این دیدار خیلی خوب رفتی سبقت رو نظارت کرد، اون چیزی میخواست کرد. اولا یوکو گرفت، ببینید با همین حرکتی خیلی خوب و مناسبش contest, third round man over 100 kg. Kedves tőlek, 200 kg harmadik fordulójában.